در بعضی از حقوق است که زن و مرد مساوی هستند. بعضی کسان میگن مطلقاً زن و مرد حقوقشان مساوی است. متأثر هستن به غرب و غرب زدگی ها هست. هم میگه حقوق زن مطلقاً مساوی است. بعضی کسای دیگه است دین درست نمیفهمه، میگن هیچ مساوات در بینشان نیست. اول باید فرق بین عدالت و مساوات بکنیم. در بعض جایا هست که مساوات ظلم است. در بعض جایا باید عدالت کنی. بعض جایا مساوات عدالت است، در بعض جایا مساوات چی است؟ ظلم است. در حقوق عام زن و مرد چی است؟ مساوی هست. حقوق عام چی است؟ اولش حق کرامت انسانی است. در حق کرامت انسانی ولقد کرمنا بنی آدم، در کل زن و مرد داخل است. زن هم پیش الله کرامت داره، کرامت انسانی، و مرد هم چی داره؟ کرامت انسانی. در اینجا باز که از گفتن نمیتونه که از من کرامتم از تو که چی است؟ بیشتر است. باز الله میگه کل انسان ها کرامت داره. باز اکرمشان کی است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یک آیه تو قرآن میگه که ولقد کرمنا بنی آدم. کرامت کل بنی آدم کرامت داره، زن و مرد کلش مساویانه. هیچ مرد نیست که از زن که کرامتش بیشتر باشه، هر دوش کرامت داره. باز آیه دیگه قرآن میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. باز با کرامت ترین دان، کرامت خود کلگی حاصل کرده. باز در بین کل انسان ها که کرامت دارن با کرامتش کی است؟ با تقوا است. ایناله در بین ازی با تقوا، مرد از بی تقوا، زن از با تقوا، کدامش پیش الله عزت داره؟ زن. حال بی خدیجه الکبرا پیش الله زیاد رتبه و مقامش بلند است یا از ابو جهل؟ تکبر نکنین، بگوین از کی است؟ خدیجه رتبهش بلند است. استادای رتبهش بلند است یا بی خدیجه الکبرا؟ به خاطر که خدیجه الکبرا از جمله مبشرات بالجنت است. فهمیدین یعنی؟ ما شما عشره مبشره را میشناسیم، لکن تنها عشره مبشره بشارت به جنت داده نشده، دیگرها هم هستن. حالا حسن و حسین برشان رسول الله صلی الله علیه و نگفته که سیدا شباب اهل الجنه؟ در عشره مبشره هستن؟ نیستن نه؟ اما تنها عشره مبشره نیستن که بشارت برشان به جنت داده شده، دیگرها هم هستن. و یکی از جمله کسایی که برشان بشارت جنت داده شده کی است؟ ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها. در حدیث ابو هریره رضی الله عنه میگه که در مجلس اشتر بودیم که جبریل امین آمد، وحی آمد بالای رسول الله صلی الله علیه و برش گفت که آل یک خانم بر تو یک ظرفی از غذا را میاره و بر از او بگو که الله برات سلام میفرسته. برای خدیجه الکبرا الله چی گفته؟ سلام گفته. و برش گفته که برای تو قصر از قصرهای جنت هم برش بشارت بده. پس از موضوع که رتبهش خوش باشی یا خفه باشی بلند است رتبهش. چرا بلند است؟ موضوع معلوم نیست. انما الاعمال بالخواتیم. خواتیم، خاتم موضوع مستور است. موضوع هر شب از خاطر خاتم مستور خود باید 1-2 ساعت گریان کنی که الله خاتمه ما رو چی کنه. اما خاتمه از او الله برش بشارت داده، قصر برش جور کردیم خلاص. پس در حق کرامت انسانی زن و مرد مساوی هست و به می خاطر زنهایی هستند که رتبهشان از مردها کرده. بسیار زن هست. من یک مثال براتون گفتم.